سلام و درود بر شما بینندگان عزیز، امیدوارم خوب سلامت باشین. ما را از کانال مصطفی سوزای تماشا میکنین. دوستان از با یک ویدیو جدید ما خوش آمدید. دیگه لایک، کامنت، سابسکرایب و شیر از یادتان نره. زنگوله رو دال بانین. دیگه اینجا کتان بکتاش جانم سلام علیکم داشته باشه. سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. صحتمند. ما را از چینل مصطفی یوسفزئی تماشا میکنید. دیگه دوستان عزیز، حالا این برنامه قرار است که ما نودل تند خود تست کرده بودم. دیدین شما این برنامه قرار است که ما این دفعه 2 تا نودل تند میگیریم. چالش میمانیم که کی زودتر خورده میتونه و اون نودل تند یک جایزه خاص هم داره. دیگه شما با ما همراه باشین دوستان عزیز. حالا میریم که دینمی المدینه، رستوران المدینه برگر سفارش میتیم. باز سفارش که دادیم تا که جور شه میریم الواحد خرید ما رو میکنیم. پس میایم برگر رو میگیریم میریم به طرف خانه. دیگه شما با ما همراه باشین دوستان عزیز. باز میگم لایک، کامنت، سابسکرایب و شیر از یادتان نره. زنگوله نوتیفیکیشن هم دال بودین تا ما ویدیو بندازم اولین نفر باشین از ویدیو ما با خبر میشین. دوستان عزیز کامنت های خوبش بانین تا ما روحیه بگیرم و براتون ویدیوهای خوبش جور کنم و شما یگان ایده بتین که ما چی چالش بریم، چی رقمی ویدیوها جور کنیم. دیگه بکتر جان چیز گفتن نداری؟ باید می زیر کمنت های مصطفی دو یا نزنید. دوستان عزیز دو خونه زدیم، بازم دو نزنید. دوستان عزیز ما در رستوران المدینه سفارش شما را دادیم برگر را. دیگه حالا میریم به طرف سوپرمارکت الواحد خرید ما را کنیم. دیگه شما با ما همراه باشین دوستان عزیز. دوستان عزیز میام دیگه غذای کارت 4 هستک الواحد، سوپرمارکت الواحد. دو طرف هم کنیم منتقل هستک. حالا میریم به فروشگاه الواحد میریم. پس باز خرید ما را کنیم میبریم. دوستای عزیز حالا آمدیم که 2 تا نودل ها میگیریم. 2 تا از نودل ها را میگیریم. دیگه باز یک جایزه شما از نمیجه خریداری میکنیم. جایزش چی باشه که هر کس تستر خورد با ما باشین دوستای عزیز. باشه جان هسته که تو دیگه 24 ساعت دینمی موبایل چنگه ویچ دیگه کار خاصی نداره. دوستای عزیز چیپس کیت های خودش که بود خلاص کرد، رفتیم 1 2 تا دیگه خریدیم. دیگه شما با ما همراه باشین. باش تو که جایزهش چی بگیریم، یک تصمیم بگیریم که جایزهش چی باشه. دیگه اینجا را میپالیم که جایزهش بگیریم. دوستای عزیز تمام خرید ما را کردیم. دیگه شما میبینید حالا میریم به طرف المدینه رستوران که برگر هم بگیریم. باز میریم عزیز برگر هم گرفتیم. برگر را دیگه حالا میریم به طرف خونه برگر هم میخونیم. باز کل کار ما را میکنیم. باز که شما هستیم میریم باز نودل تست میکنیم. دیگه شما با ما باشین. تست خونه دیگه میبینیم که کی زودتر نودل خورده میتونه و جایزه خود گرفته میتونه. دوستای عزیز حالا طرف خانه میریم. شما بیننده برنامه باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب از یادتان. خب دوستای عزیز دیگه حالا آمدیم که تندترین نودل دنیا را تست نه چالش شوریم که هر کس تستر خورده تانست و یک جایزه بسیار عالی داریم برش که میتونه او را ببره. کس که نتانست دیگه او جزایی است دیگه. دوستای عزیز باید تیره پس که خوردان نتانست تا آخر، باید که اگه نبرد پس باید تا آخر این نودل تنده بخوره دیگه. ببینیم که چی میشه دوستای عزیز. شما ما را همراهی کنین. لایک، کامنت، سابسکرایب از یادتان نره دوستای عزیز. دیگه باش موازش کنیم. انباکسینگش کنیم. انباکسینگ چیه؟ دوستای عزیز دیگه واقعا چواز کردیم تا بال سرشون خواز نکردیم که تا او جوش مندازیم
او جوش که انداختیم ای خودش جور میشه. باز باشت نزدیک بیایم. دوستای عزیز میبینین که نودل تند است که پاکتکیش نگرفتیم، قوطیگکیش گرفتیم که در خود قوطی ای دیگه جور میشه. اینی غارکاش میبینین که او جوش که انداختیم میره که باز کردیم دایش در جوش که انداختیم اینجاش غار میکنیم، از این او جوش خالی میکنیم دوستا. او جوش خالی کردیم با ساسی چیزاش هم میدازیم. دوستای عزیز دیگه در پیشوری شما ما جور میکنیم، شما بینده باشین. حالا میرم او جوش میارم دیش میدازم، شما با بینده برنامه باشین. سر چه داداش اول تکلیف خالی کنی. دوستای عزیز دیگه بکتر جان برنامه گفتنی داره، گفتنی تا بگو. دوستای عزیز لایک کامنت شیر سابسکرایب و زنگوله رو دال بانه تا اولین نفر باشید که از ویدیو ما با خبر میشیم. دوستای عزیز حالا دیگه این مدل میبینین تا اینی قسمت چی داده گفته تا اینی قسمت واس کنین، یعنی که پس سرش بسته کنین باز از اینجا خالی کنین. ما اوش من دوزیم و یک چند دقیقه میمونیم که نرم شود دیگه شه براتون بکتر جان میگه. اینا دوستای عزیز فکس اونمو سکه تغییر نداره، اونمو ساس است. میبینین دوستای عزیز اونمو چیزکش است تکرامش از آن در باشد خوش کته از سوشی را برگکای سوشی که هست دلاش دور میتن از اونوستک. دوستای عزیز این هم داخل قوطی که تا این قش نودل است دوستا. ای از او کده کم است برو ایره شاید مبرم یا بکتاش جان اگر تنخور باشه خو میبر از مقصد فیصد با امید یک پیروزی دوستای عزیز. من دوستای عزیز کل از ایره باز کردم خو خیلی بخاطر شما بازش کردم اگر نگفتم متانم که خیر از دوستای عزیز مشکل نیست. تو جان برد اگر نه اینجاش کتا چوسکیت زده میشه خیره باز در مدل بکتر جان تست میکنه. دوستای از دوا جوش انداختیم شما سعی کنید دیگه خودش نرم شده میره و بازگرم چقدر کم انداختی لبانه است تو رم دلم بکنم چرا از من خود دوستای سر از ریه میمونیم یک چند دقیقه میمونیم تا که از جوش بیا یارو میبرم دیگه یک چیزه که میارم که خالیش کنیم شما بینده باشید. خب دوستای عزیز دیگه حالا نودلای ما تیار شد. حالا آبش چپه میکنیم اینجا شد بلغار کن میده خیلی چوسکیتاش هست از مرا سعی کن دوستای عزیز گندمش برو نمیشه خب خیره متی از گذر چه پیش میکنم. اوه شاخ هست دوستا رشت که یک بازم دوستای سمتی نرم شده نه بخ سیز خیلی شوخی میکنم کتان کسی از این کنیستیم. دوستای عزیز به خاطر زرد است که نودلا کسک به گفته خود ما مگی ها را اول خود در روغن سرخ میکنم که قاق میشه به خاطر از او این کسک زرد شده روغنش هسته یعنی بیخی خشک شد. دوستای عزیز دیگه حالا باز کردیم چوبسکیت مواد لازمیش اضافه میکنیم.
تندترین ساسش هم دادیم نمیشه که بسیار تند است ساس. از همیان من دانمتون بسیار تند است. چی برسه بر خوردنش. ساسش خدا هم از چی جور میشه. دوستا از کل ساس کلش اضافه کردیم. اول مکسش کنیم. دوستای ما سعی کنیم چی رقم زرد کرده از نمیش معلوم میشه که تند است. این بوی از این دیگه یعنی از تیزی زیاد خوب ما مخلوطش کنم. مخلوط چی دوست؟ نه سمسه مخلوطش کو کتش دی سمسه دوستای بسیار تند است بسیار نه بسیار تند است چوبسکیت ها رو بخیرم چی رقمی رنگ شگشتم سیاگر کام میمونه وقتی ازش گفتم من که چی کنه گرده آوانه جور شد. میبینید دوستا میشه بکنیم دوستای عزیز او ایرم سمسه نپاره نکنه خیلی این میشه اضافه میکنیم باش خیلیتم دوستای عزیز اینیش کستک از سوشی از سوشی را برگای سوشی است که دور میخوره سوشی لولکدگی کستک از اونوستک برگای سوشی است از جلبک دریایی میگن جور میشه از اونوستک دوستای عزیز شما هم حتما امتحان کنید خیلی تند است دوستای عزیز. یه انداختیم باش که یک پاز نمی مزه هیچی نداشتم این نال فهمیدم نیک مزگه که تو چای ور مزه میته چای بگی خوش چای خوش که در او جوش نندازی نو تو مزه میته که بگی خیلی خلوطش کردیم بسیار تند است دوستا. خوب مخلوط کنیم جوربکا که هست گوشت کنیم در چوبسکی چسبیده ببینید دوستا دوستای عزیز دیگه یک میگیریم شروع میکنیم تست خونه چالش هم مبشر جان بکتاج جان که چوبسکیت خوردن هم میتونه دیگه پنجه برش آوردیم که ببینیم هر کس تستر خلاش از هر کس که نماند دیگه دوستای عزیز چالش هم نباید در مایبان ویدیو او بخوری اگر خوردی نمرت مثلا کم شده میره ببینیم که
اگر دی ما بخوریم خب یک چیز است. اگه یکی ما بخوریم نمره ما کم میشه دیگه. دوستای عزیز ببینیم چی میشه. بسیار تند است. بکتاش جان پیش از یام یک کمش خورد دیگه حالا تندش کرده پیشتر رو خورده میرم که تندیش چوب شه. خب بریم تا سه یدقه خب تا سه 3 2 1 دوستای دادم هم تون بسیار تونده. دو ساعت مکم مانده. بخور من اینا قرار بخورم خلاص هستی. واو 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 زبان ما سوزش گرفت. این اشکای ما مناقی خودت تیز کرد. با خاطر من فکر کنم بکتاش جان تا خورده میره دیگه چالش نباید تمام بخوری. نمیتونی تو گاشه خورده؟ نه آو دوستای عزیز میتونیم که نه خیلی یخ چهره ما رو ببینید. بسیار این عرق کردیم. اوه خب بکتاش جان کی کدام مبرنده شدی؟ برنده رقم مصطفی شد. جایزه‌ش هم فکر 1000 افغانی است. من دوستای مزاق کرده 1000 افغانی نیست. بسکیت هست که خود بکتاش جان برام تقدیم میکنه. در برنامه دوستای عزیز دیگه می قرار بود که ما چالش انجام بدیم. اگر از این چالش خوشتان آمده ارزش ما لازم میشه. ما چی بخورم؟ لایک کامنت سابسکرایب و شیر کنید. و دوستایتان و زنگوله نوتیفیکیشن هم دین تا ما ویدیو اندازیم اولین نفر باشین در ویدیو با خبر میشین. نه باید میخورید و رفت کنشه. اگه نمیاد کنشه بخوری یک شمید. یک شسته. نه امام نمیکنم. نه معلوم جنگ ما میکنم. فکر کنید با خاطر یک بسکیت 20 روپیگی 20 روپیگی چی؟ مرا مخوشه میزنم. خب مزاق کردم جایزه‌اش تقدیم میکنه. این جایزه‌اش هم باید بدیم. دوستا از جایزه رو بردم. 2 تا بسکیت هست که بسیار خوش داریم. قیمتش هم بسیار بسکیت خوبش هست. قیمتش هم میتونیم بفهمین 50 افغانی است که از نرخ ارزان از سوپرمارکت الواحد. دکان‌های از هر دکان‌ها میتونید دریافت کنید دوستای عزیز. ما تبلیغ نمی‌کنیم خود دوستای عزیز، اما بسکیتش بسیار خوبش است. دیگه در می قسمت برنامه کتان خدافیزی میکنیم. اما بسیار تند کرد دوستای عزیز. اگر تست میکنی یک بار تست کنید اما بسیار تند است. مقصد کوشش کنی او نخورید امینش. ما او خوردم بخی تندم کرد. اگه بخورین دوستای عزیز چند تند تان میکنم. اوه حالا بخورم میتیکش ها؟ ها؟ پیشتر گفتم پیشتر قبول نکردیم. خب
دوستای عزیز حالا دیگه یه خلا شد ما میریم گیم جور میکنیم یک گیم میزنیم دوستای عزیز دیگه بعد از اون گفته بکتال جان میریم خداحافظی میکنیم گیم میزنیم که اگان چیزای دیگه انجام میدیم در این قسمت برنامه که شما خداحافظی میکنیم بخاطر که تایم ویدیو زیاد میشه و اپلودینگ بسیار جنجال میته بخاطر که اینترنت های افغانستان هم میفهم که خودتان بسیار ضعیف است که ما از ما وای فای هستک اما وی پی ان یارک چالان میکنیم بسیار ضعیفی میکنه دیگه امید که از برنامه خوشتان آمده باشه لایک کامنت سابسکرایب شیر از یادتان رو زنگوله نوتیفیکیشن دار بانید تا ما ویدیو منتظر اولین نفر باشین که از ویدیو ما با خبر میشه دوستان عزیز خداحافظتان